47 سال اینجا داره املت میزنه. یه املت با لوبیا هم داره که گفتیم یه دونه واسه ما بزنه ببینیم چه خبره. یه شستشو میزنه قبل کار تمیز و طلا. این املت رو داشته باشیم. ببین این مغازه سالها حرف داره واسش. اول تخمو رو میزنی بریم سراغ دو. یه قاشق هم رو. اما چه املت چنده؟ 35. املت آماده شد. اینه دیگه رخ کار همین. این هم لوبیا. این هم از املت و لوبیا. کنار املت یه دونه ترشی محلی واسه ما میاره. این هم از خیار و پیاز کنار املت. این کارو بهت میده 35000. تو روستای گشت مسیر فومن به قلعه رودخان داشتید میرفتید میشه دایی مجید بیان یه املت با عشق بزنید کارش درسته. یه دورچین سلامت هم برامون میذاره. 47 سال اینجا ببین خوشخنده خوش انرژی عشق کردم. من هر وقت برم پیش دارم اومدش. جاتون خالی. دایی کارش درسته. آبم میاره اینجا درگیر شدی. آب چشمه. آب چشمه بزنیم جای همگی خالی.